باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است. حتما این شعر مشهور محتشم کاشانی رو شما هم شنیدید. معروف ترین مرثیه و یکی از تأثیرگذارترین اشعار ادبی در وصف واقعه عاشورا و شهادت امام حسینی که بیشتر از 400 سال از سرودنش میگذره. اما حالا خود این ترکیب بند و شاعرش دستمایه ساخت اثری فاخر با مضمون عاشورا شده. اثری با عنوان اپرای عاشورا ساخته بهروز قریب‌پور، استاد هنرهای نمایشی. اپرا، عروسک و عاشورا اینو چطور به هم میرسن؟ اپرا در اصل یعنی عمل، چنانی که مثلا در ایتالیا به نمایش عروسکی میگن گفتن اپرا دی پوپی، یعنی عمل عروسکان. ببین گرز البرز دارم به دست که بر کوه البرز آرم شکست. اساساً در نمایش عروسکی اون کاراکتر قائم به ذات، دیگه هیچ چی دیگه نمیشه. این عروسکان نگاه کنید، فردوسی ابدالدر فردوسی، یا این رستم ابدالدر رستم. من موجوداتی رو و کاراکترهایی باید روی صحنه من باشن که اینا فقط اون نقش رو دارن در طی تاریخی که زندن و روی صحنه. نکته دیگه به شما بگم، مثلا من در اپرای مولوی عروج شمس رو داریم. حالا همین عروج میشه در صحنه تئاتر انجام داد، ولی کلی در واقع سیمبوکسل و در واقع بیمه بدنه و نمیدونم همین رو باید بدن و همین رو باید باشه تا شمس در واقع از یه حالت عادی برسه به این عروج میکنه. در صورتی که ما اگر بازیدهنده ماهر داشته باشیم، شما میتونید که با یک بندیلک و 11 تا نخ این کارو بکنید یا عروج میکنه. از آقای قریب‌پور پرسیدم از چه آثاری برای نوشتن متن این اپرا استفاده کرده. از مقتل‌ها، از در واقع مرثیه سرایی 12 بندی محتشم کاشانی، از سینه زنی، از همه اینا استفاده کردم تا در واقع یک متنی رو بسازم که آهنگساز بتونه که روش کار بکنه با نظارت دقیق خودم. شعر تعزیه مردمیه و برخلاف شعر رسمی خیلی ساده و محاوره‌ایه. این زبان چطوری دراماتیک شده و به صورت گفتگوی نمایشی در اومده؟ یه گفتگویی دارن که توی تئاتر دراماتیک اصلا بی‌نظیره در جهان، نه در ایران فقط. شم و عمر بن سعد روبرو همدیگه می‌ایستن، میگن ز تو کینگستری و ظلم نمایان با من، ز تو فرمانبری و دادن فرمان با من. شم میگه حکم فرمودن و استادن میدان با تو، از تن پاک حسین سر ببریدن با من. از تن پاک حسین سر ببریدن با تو، بر سر نی زدنش از ره عدوان با من، بر سر نی زدنش از ره عدوان با تو، خورد کردن بدنش از سم اسبان با من، خورد کردن بدنش از سم اسبان با تو، خارش انداختن در دل میدان با من. شم میگه خارش انداختن اندر در میدان با تو، بستن گردن طفلان چو غزالان با من، با من. ببین چه سرعتی و چه در واقع دیالوگای پینگ پونگ اینا انجام میدن. اصلا و ابدا اینجور نیست که در واقع فکر کنیم که اینا وزن نمیشناختن، ادبیات دراماتیک نمیشناختن. میدونستن که دو نفر که سوار اسبن که دارن با هم دیگه میرن به میدان جنگ باید سرعت و شتاب داشتن. مهارت‌های اهل تعزیه چی بوده؟ در معماری، در ساختن اکسسوار، در رام کردن اسبای سرکش، در بکارگیری اسبا، در واقع بروز کردن تعزیه. اصلا اینو بگی میگه آقا چه اصلا مگه اینا این کارو میکردن؟ مگه دارای این شأن و منزلتن؟ چون خودشون نمیدونن.
خود تعزیه خانها یه کار بزرگی که کردن این بود که یا دیدن که چه چیزی حزن انگیزه و میتونه که آدم ها رو به گریه بندازه. گفتن دستگاه نوا. گفتم کجا میتونه به شور وادار کنه؟ گفتن که چارگاه. کجا میتونه در واقع باعث بشه که مردم همراهی بکنن؟ ماهور. مگر نه عهد نمودم به خالق یکتا، به راه دوست هم جان خود ز روی رضا. منصب دنیا کجا و من کجا، عهد با خالق کجا، عهد با دونان کجا. بنابراین یه پروسه‌ای لازم داره، یک روندی لازم داره. این همینجوری نیست که من اومده باشم گفتم که حالا عاشورا خوبه من عاشورا رو اجرا کنم. عاشورا حاصل تحقیقات فراوان منه. کشتن اولاد پیغمبر کجا، جنگ با اعدا کجا، هر کجا و شمر بی پروا کجا، هر کجا و شمر بی پروا کجا.